خبرهای اقتصادی امروز 15 دکتر در پیام تیوی. در تاجیکستان نرخ ارد وارداتی 20 سومانی ارزان شد. ارد اساساً از قزاقستان وارد می شود. قیمت یک خلطه ارد 50 کیلویی نوع یکم تا 290-300 سومانی شده است. حال آنکه یک خلطه مقرری ارد وارداتی نوع یکم قزاقستانی یک هفته پیش 325 سومانی ارزش داشت. طلبات سالانه تاجیکستان با ارد بیش از 2 میلیون تن را تشکیل می دهد که حدود 1 میلیونش را استحصال وطنی تامین می کند. طبق آمار در 9 ماه سال جاری به جمهوری بیش از 38,000 تن ارد به مبلغ بیش از 13 میلیون و 600 هزار دلار وارد شده است. در ماه‌های ینور سپتامبر سال جاری به جمهوری بیش از 638,800 تن گندم به مبلغ بیش از 217 میلیون و 300 هزار دلار وارد کرده شده است که اساساً از قزاقستان می باشد. در ماه نوامبر سال جاری میزان تورم در تاجیکستان 0.5% را تشکیل داد. این رقم در ماه اکتبر سال جاری 0.4% را تشکیل داده است. قبلا خبر داده شده بود که در ماه سپتامبر قیمت محصولات 0.3% کاهش یافته است. از اول سال جاری میزان تورم 4% بود. تورم به حساب سالانه طبق معلومات بانک ملی تاجیکستان 4.5% را تشکیل داده است. حکومت تاجیکستان افزایش تورم را در سال جاری در سطح 6% پیش بینی کرده است. صادرات و واردات کالا به استان خراسان رضوی ایران طی 8 ماه سال جاری معادل 404 میلیون دلار بوده است. بر اساس نتیجه های آمار مقدماتی میزان صادرات کالا از گمرکات استان این مدت معادل 1390 تن و با ارزش 822 میلیون دلار بوده است که نسبت به همین دوره سال گذشته از نظر وزنی 22% و از نظر ارزش دلاری 9% کاهش داشته است. طبق معلومات ناظر گمرک خراسان رضوی صادرات اساسی استان در این 8 ماه زعفران در بسته‌بندی 30 گرمی، پیسته، میله های آهنی یا فولادی و کفش و پوشاک بیش از همه به کشورهای افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان و عراق صورت گرفته است. قرار است حدودی 13% حجم عمومی دولتی تاجیکستان در سال آینده برای تامین بیمه اجتماعی و حفظ اجتماعی اهالی روانه کرده شود. طور خبرگزاری اوستا با استناد از وزارت مالیه جمهوری خبر می دهد برای این مقصدها 4 میلیارد و 898 میلیون و 600 هزار سومانی با قرب رسمی 480 میلیون و 200 هزار دلار پیش بینی شده است که 12.9% خراجات بودجه دولتی و 3.9% مجموعی عمومی بودجه دولتی را تشکیل می دهد. این رقم 13.1% یا خود نسبت به مبلغی که در بودجه دولتی برای سال 2022 پیش بینی شده است 567 میلیون سومانی بیشتر است. به اطلاع منبع در سال 2023 برای پرداخت نفقه و کمک پولی‌ها 3 میلیارد و 987 میلیون سومانی پیش بینی شده است. حالا در تاجیکستان حدود 755 هزار نفقه خور به سر میبرند که در 3 ماهه سوم سال جاری الکی بیش از 2 میلیارد سومانی دریافت کردند. حجم عمومی پرداخت نفقه و کمک پولی‌ها در 9 ماه سال جاری 2 میلیارد و 640 میلیون و 300 هزار سومانی را تشکیل داد. حجم مبلغی که از جانب اگنتی سقوط اجتماعی و نفقه جمهوری مبلغ گذاری شده است در ماه‌های ینور سپتامبر سال جاری 2 میلیارد و 180 میلیون و 400 هزار سومانی را تشکیل داده است. نرخ ارز بانک ملی تاجیکستان ارزش سامانه را نسبت به اسعار خارجی برای امروز 15 دکتر اعلان کرد. طبق نشانداد بانک ملی تاجیکستان ارزش 100 روبل روسی برای امروز 15 سومانی و 80 درم است. این نهاد قرب میانه فروش 100 دلار ایالات متحده آمریکا در مؤسسه های قرضه تاجیکستان را 1020 سومانی و 45 درم ارزیابی کرده است. بانک ملی قرب میانه فروش 100 یورو را 1086 سومانی و 27 درم ارزیابی کرده است. نرخ طلا بهای هر اونس طلا در معاملات صبح امروز میان بانک های لندن 1810 دلار و 21 سنت معامله شد. نرخ نفت خام نرخ میانه هر بشکه نفت خام تحویل ماه آینده در برج های لندن 82 دلار و 80 سنت معامله شد. نرخ میانه هر بشکه نفت خام تحویل ماه آینده در برج های نیویورک 77 دلار و 39 سنت معامله شد.